دوستان سلام، خوش اومدی به ولاگ خرید صندلی از 0 تا 100. ببین اینجا ششم عید بود که حاضر شدم که برم چک مشتریم که حاصل تلاش انتظارم بوده پاسش کنم که بتونم نقدینگی دستم بیاد و برم برای خرید صندلی گیمینگ به تهران. گایز چک رو گرفتم و اولین پرداختی 404 که یعنی اولین چک پرداخت شده 404 با این اجرت روزهایی که تو تعطیلات ما رفتیم سفر رو به سر کار بودیم. یکی از مغازه ببینیم باش میخوام چیکار کنم بهتون خبر بدم. و همونطور میبینید خدا رو شکر همون قدر که خودمون خوبیم مشتریمون خوبن و چکشون پاس شد و حرکت به سمت پایتخت. بچه‌ها من رسیدم تهران، دست ارسالی این کلیه‌ها توشه، کلیه‌ها رو گذاشتم توش که بفروشم و بتونم اون صندلی که دوست دارم پیدا کنم. اگه پیدا کردم قیمت خوب میگیرم. و ببینید متروهای پرآشیه تهران به سمت خونه خاله رقیه که دمشون گرم یک ناهاره مشتی برامون پختن. مرسی ازتون. اینجا دیگه غذا رو زدم، بعد از اون بلند شدم رفتم اوپال، جایی که میبینید دوخی مخی ها ریختن و ببینید چجوری تو گیم دارن حریفشون که دوست پسرشون و پارتنرشون رو شکست میدن. یاد بگید تو مشهد این گیمر رو کمه. اینجا هم ببینید سوار تک تک این صندلی ها شدم که ببینم آقا اصلا سایز کله و بدن من به اینا میخوره که دیدم با مشورت که برای اینجا دارم میگیرم دیدم نه نمیخوره. بعد گفتم برم یه حالی به خودم بدم منیری، رفتم میدون گاری یک بلال زدم. باز دوباره رفتیم خوابیدیم. فردا شد رفتیم دراگون شاپ هم میبینید تمام این صندلی ها هم تست میکنم میرم والا نمیخوره، اون صندلی من میخوام نیست. و حرکت به سمت بله کامپیوتر تکاف پیش رامیار جون رفیق گلم که واقعا وقت گذاشت. ببینید اینجا رو خسته و اینجا هم رامیار منو معرفی کرد به مرکز پخش تخت جمشید که اون صندلی که من مدت‌ها در کفش بودم برم روش بشینم ببینم آیا اصلا مناسب من هست یا نه. اینجا هم تهران زیبا و هوای سبز بهاری. و اینجا هم محیط داخلی تخت جمشید، جایی که واقعا فکر نمی‌کنم مثلا مشتری راه بدن، فقط پخشه، این قسمت پخشه. و صندلی که میخوام این اون صندلی بود که من میخواستم و ببین با چه ذوقی روش نشستم. تنها صندلی بود که نمای پشتش میترکوند میدرخشید و توی نخ اینم بودم منتها دو دل بودم ولی اون خفن‌تر بود چون ترکیب ورتاگر آمریکایی و آودی آلمانه. و وقتی این صندلی پسند کردم تصمیم گرفتم برگردم تکاف چون که معرف من رامیار بود و پخش و نمایندگی تخت جمشید بود، از اونجا خریداری کنن که برام بفرستنش. عقلش بزن زدم الان زنی تازه این همه مزه نه خایمالی کردم. آقا خرید کردیم دیگه صندلی گیمینگ. آقا رامیار گل، بچه خوب تکاف، واقعا دمتون گرم. خوش ما رو 2 ماه من درگیرم تا یه دونه صندلی بخرم. بیزینسمنه واقعا تونست ما روی گرونترین صندلی جهان بشونه. آخر پولش هم نداد، یکم کمتر رفاقت کردیم و در رفاقت رفتیم توش تخفیف دادیم ما به مشتری خوبم. برشی بذار ببوسمت. شکایتم نداره. بذار خواهش کنم بریم بیرون یک آبی با هم بنوشیم. حتما فدای تو بشم. خیلی مخلصم. این مذاکرات ایران آمریکا بله درست شد بالاخره ما ولی به آلمان رسیدیم، ما به آودی رسیدیم. و اینجا میبینی که خوشحال و خندانم، یه لبخند میزنم، جو گرفتم دارم از خودم استوری میگیرم و یه بیلاخ به چی نشون میدم یعنی من حالم اوکیه. گفتم برم به خودم حال بدم، رفتم بازار بزرگ، گفتم بذار برم چوری کباب مسلم ببینیم چی در میاد از این بلاگرا که همیشه تبلیغ میکنم میگن کباب مسلم. میبینین که چقدر شلوغه.
خب همینطور که میبینید محیط خیلی نامنظم به هم ریخته و کوچه بازاری و میبینید لای درزا کلا کثافت بود که آشغال گرفته. اصلا فکر می‌کنم اینجا چیز به نام نظافت وجود نداره. هر کی میاد میشینه با آستینای خودش میزو به یک نحوی پاک میکنه و غذای کیفیت غذاش واقعا بی کیفیت بود و توی غذاش سنگ داشت. صد رحمت به رستوران‌های مشهدی که توش مو داره اینا سنگ دارن، یعنی دندونتو نابود می‌کنه. این هم نظر واقعیه. میان ترکیه های مسلم که رفتیم تست کردیم منتها میخواستم اینو بهتون بگم که اصلا کیفیت خوبی نداشت. ترکیب مجموع میخوام بگم که واسه من مشهدی که از شهر کباب ها دارم میام واقعا افتضاح بود و من تا به حال خوبی در کل این کشور نخوردم. فکر میکنم توی کشور غربی یا ترکا خیلی بهتر کوبیده‌های ما رو درست میکنن و عرضم به حضورتون که تنها چیز خوبی اینطوری کبابی مسلم داشت و خیلی خفن بود به نظرم ماست شویدش بود، بعدا که کیفیت پاسخگویی پایین، کیفیت غذا پایین و اینکه کیفیت بهداشت به شدت پایین بود، یعنی اینکه خیلی کثیف بود محیط. اصلا مهم نیست چقدر طرف سر شلوغه، مهم اینه که بتونی مدیریت کنی. مدیریت ضعیف داشت. اینجا رو نه آقا نه، اینجا فقط به درد کسایی میخوره که گرسنه‌ن تو بازارن دیگه وای میان میخوای غذا بخورن میرن اینجا میگن واو چقدر خفن بود، ولی در صورتی واقعا خفن نیست. و اونجایی که حالم خوب نبود بابت غذای ظهر گفتم بذار برم تجهیز. تو تجهیز چیزای گوگلی مگولی چیزای زیادی بود، یه جای باحالی داشت، هوای خوبی داشت و اینجا هم که رفتم باغ فیروز همونجوری که براتون ویدیو گرفتم دعوا بود سر اون قضیه، هنوزم دعواست و اینجا دیگه دارم از تهران میرم بچا دلتون نگیره. از اونجایی که ما همچه چوسی رئیس قطار اومدیم، این آقا رئیس قطار آشنا بود، خوشحال بودیم که آقا ما داریم سوار بدون بلیط سوار قطار میشیم که عشق و حالیه اون تو، ولی عشق و حال خبری نبود. مشهد شلوغ بود و قطار همیشه قلقله، یعنی این قطار ما قلقله بود و میبینید که من دم دستشویی وسایلام گذاشتم بچه ها. اتاق من بله دم درب قطار بود و با ویوی بوی دستشویی ببینید هر از گاهی یکی میرفت بیرون یه لگدی هم به این کیفا میزد. خیلی خیلی اوضاع خراب بود. بالاخره این سفر تموم شد و ما رسیدیم مشهد و بعد از یه هفته بالاخره صندلی ما رسید مشهد و ما رفتیم باربری. از اونجایی که خیلی حجم گنده‌ای داشت ما مجبور بودیم که با وانت بریم، ولی من گفتم که آقا خرج پرت نکنیم بندازیم عقب ماشین. آقا صندلی رو به زور جوری کردیم جای کردیم توی ماشین. خدا و بریم برای ویدیو آنباکسش. نور حرکت اکشن. دوستان بالاخره انتظار به پایان رسید و صندلی ما رسید. صندلی ورتاگر مدل آدی اسپورت، the fucking گرونترین صندلی ایران. این گرونترین صندلی کیرینگ ها کیری. ببین این صندلی ته خطه نداشتم گذاشتم اینا برای خودم گرفتم. حالا دوباره واسه زیدا خرج کن. با چاقوی آنباکس. این چاقو برای آنباکس هندونه همیشه استفاده میشه. برای چیه آنباکس همچین صندلی گرونی 70 میلیون به دلار گرون گرفتیم ها. بسم الله الرحمن الرحیم. حدس بزنید توش چی باشه؟ حدس درسته صندلی. تپش قلبم زیاد شده.
بچه ها بشقاب پرنده. کفی چرخا رو ببین و اینم پشی. اوه فاکینگ آودی ادیشن. بچه ها من خیلی کالری میسوزونم بابت اینکه اینا رو به شما معرفی کنم. خود شرکت همچین سازنده های همچین تبلیغاتی های قوی نداشته. کارتون آشغال. کفی رو ببین جونه دادا. جونه دادا. fucking shit. اینجا رو ببین. اینجا رو ایشکی دارن. بالشتر که طبی آودیشه ورتاگه. بله یه جفت کفشم برام گذاشتن انگاری. وای 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 حسین گوت ببین آخرت کاره. ممنون از بچه هایی که خیلی زحمت کشیدن برای کمک کردن و خریدن این. چقدر من صندلی ها روشون نشستم که فهمیدم the fucking هر چیزی گرونی مطمئنا خوبه که گرونه. ببین من میرم اینو سمبل میکنم دوباره برمیگردم. احتمال داره جا داشته باشی. آشغالش اینجا. یک ساعت چه؟ تکنولوژی ها برو این افتخار رو به تو میدم. بده بعدی پیش آخرم که همگی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. و پیچ آخر پیچ آخر جا نمیخوره. چه این ربات بایسته رفتوش و میریم سراغ پیچ آخر. به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین صندلی جهان یا شاید بهترین صندلی جهان. بریم سراغ امضای کار. و رفیق روزهای سخت نداریم، روزهایی که کنارم بود همیشه.
دیگه خسته شدم ازش. کونه رقش دبایی